حاج مجید اومدم که بهتره کنم. چی رو؟ آماده مبارزم. الان؟ میدونی که قهرمانی جهان مال منه. که بله ولی با این؟ چی؟ پاپیون زدی همون؟ اینو صورتش از کجا پیدا کردی؟ من بیام با شما ووشی طلای وزن 8 مال منه. 8 یعنی آریان رو بذارم کنار، 7 حسین رو بذارم کنار، یزدان 6 دیگه ها، مهرانو دیگه 5 دیگه معزیم بیشتر دیگه 74 تا دیگه قربونت برم. سینا کلیاتو در میاره. 4 و 3 و 2 هم که دیگه اصلا کلا هیچ. اونم که اصلا نهیم. میشه رزرو بشه آریان برا من؟ شما یه تدارکات با هم صفا. قربونت برم. میخوام کمی آمادگی داشته باشیم. اجازه هست؟ خواهش. چاریات. من چرا چاریات؟ نه من همینجوری میگم دیگه. حالا جان که محضر شما. من کمی میت بزنم قربان. بزن. بسم الله. حاج مجید استیل خوبه؟ من با این استیل قهرمان جهانم؟ نه یه خورده خیلی رفتی پایین. خوبه؟ سرپا باش. این استیل قدیم خودته. هادی هم که اینجوری بود وقتی میشست. یادته؟ یوسف هم که اینجوری بود. حاج مجید بچه خوبه ماشاءالله. حاج مجید یه انرژی چیزی برای قهرمان جهان. ماشاءالله بیا ماشاءالله. بچه ماشاءالله خوبه؟ خیلی بچه فیلیپینی بزنم؟ نه ها؟ جون من خیته اینجا. نه فیلیپینی بزنم؟ بیا بچه خدایا دست بسش آقا دست بزنی.